قهرمان افسانه‌ای مسابقات ویمبلدون توی عمل جراحی اشتباهی بهش خون آلوده به ایدز ترسیم میکنه، مریض میشه. طرفدارش از گوشه کنار دنیا براش پیغام میفرستن. یکیشون میپرسه خدا چرا تو رو برای این بیماری دردناک انتخاب کرد؟ آرتور بهش جواب میده تو دنیا 50 میلیون کودک شروع به بازی تنیس میکنن، بین اونا 500,000 تاشون حرفه‌ای میشن. از اون 500,000 تا 50,000 تا میان تو مسابقات، 5,000 تا سرشناس میشن. 50 نفر میان تو مسابقات ویمبلدون، 4 نفر میرسن به نیمه نهایی، 2 نفر به فینال. میگه وقتی جام قهرمانی رو بالا سرم میبردم نگفتم خدایا چرا من. الانم که مریض شدم نمیگم خدایا چرا من.